سلام تماشاچیان شبکه اگرو تختیجی، با شما من یوسف عزیزف. امروز من میخوام خبری خوشه که بسیاری ها انتظارش بودند به شما رسونم. چون که چنانه که ما میدونیم تاجیکستان از 10 اپریل سال 2020 سرحد زمینی و هوایی خود را با تمام کشورها از سبب پنه‌شوی ویروس کووید 19 در دنیا بست. ولی با همسایه ها ازبکستان و قرقیزستان 15 مارس 2020 سرحد را بسته بود و اینک 9 ماه از این صحنه سپری گردید. بسته شدن این دو کشور همسایه میلیون ها دلار ضرر به بودجه دولت و مردم عادی رسید. مردم نتوانستند که با خویش و اقربای خود رفت و آمد کنند. دانشجویان نتوانستند که تحصیل خود را در این یا آن مملکت دوام دهند. خرسندآور است که حکومت‌های این دو کشور همسایه ازبکستان و تاجیکستان قرار قبول کردند که سرحد را هرچند نه برای همه ولی برای 3 کاتگوری آدمان گشایند. این اولی کار است. کاتگوری اول برای آن نفرانی که در آن طرف سرحد زن، شوهر یا فرزند دارند. این نفران در برابر شناسنامه باید شهادتنامه عقد نکاح و یا نسخه شهادتنامه تولد کودکان را در آن طرف مانده را داشته باشند و این چنین معلوماتنامه عاید نداشتن ویروس کووید 19 نه دیرتر از 72 ساعت تا وقتی گذشتن سرحد. کاتگوری دوم شخصانی که اجازتنامه شتاب جمهوری مبارزه بر ضد کرونا ویروس را از جانبها داشته باشند. این چنین دانشجویان هر دو طرف که در دانشگاه‌های این دو طرفی سرحد تحصیل علم می‌کنند. آنها در برابر شناسنامه باید بلیط دانشجویی و معلوماتنامه درباره نداشتن کسری کرونا ویروس نه کمتر از 72 ساعت تا گذشتن سرحد را داشته باشند. این در حالی است که دانشجویان تاجیک که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند و حالا در تاجیکستان قرار دارند نمی‌توانند به روسیه سفر کنند. آنها هرچند چندین بار در نزد سفارت روسیه جمع آمده از سفیر روسیه اجازه سفر را به این کشور خواهش کرده بودند. بسیاری از آنها با طور شرطنامه‌ای تحصیل می‌کنند و مبلغ تحصیل را هم پرداخت کردند. بعضی از این دانشگاه‌ها حتی خبر داده ایستادند که آنها را خارج می‌کنند. طرف‌های تاجیکستان و ازبکستان با موافقه آمدند که بعد 1 ینور پروازهای هوایی طرف‌ها را به راه مانند. حکومت قرقیزستان باشد از 5 دکبر 2020 سرحدهای خود را به همه مملکت‌ها گشودند. من فکر می‌کنم که دیگر کشورها از جمله روسیه هم باید سرحدهای خود را با دیگر کشورها گشاید، چون که چنانه که در دوام این 1 سال تجربه شد این ویروس را نمی‌تواند آدمیت تماما نابود کند. لیک زندگی باید دوام یابد. به همه بسته بودن مرزها کمیسیای بین حکومتی کشورهای تاجیکستان و ازبکستان کار خود را قطع نکردند. هدف اساسی این کمیسیا همکاری‌های سودمندی دو طرف را در مد اول می‌شمارند. تأسیس کارخانه‌های مشترک تاجیکی و ازبکی یکی از مسائل همیشه مورد بررسی کمیسیای بین حکومتی کشورها است. در پایان سپتامبر این سال در دوشنبه با اشتراک سروزیرهای ازبکستان و تاجیکستان کارخانه مشترک ارتل اوستا الکترونیک که چنگکشک، جارو برقی و آب گرمکنک استحصال می‌کند باز شد. مطابق معلومات کمیته دولتی امور ازبکستان در این کشور علاوه 178 شرکت با سرمایه تاجیکستان فعال میباشند. بعد به گرمی گراییدن روابط دو کشور و به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف گردش مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان چند مرتبه بیشتر شده است. از 69 میلیون دلار سال 2016 به 362 میلیون در سال 2019 رسیده است. در 8 ماه سال جاری بنا به معلومات کمیته دولتی امور ازبکستان گردش مال و کالا میان دو کشور 317 میلیون دلار را در بر گرفته است که از این حجم صادرات این کشور 255 میلیون دلار و حجم وارداتش 61 میلیون دلار بوده است. موافق معلومات نهاد امور تاجیکستان در 10 ماه سال جاری دولت 2.5 میلیارد دلار را برای واردات مصرف کرده است. از حساب صادرات محصولاتش 1.2 میلیارد دلار به دست آورده است. بیرون رفتن سرمایه یعنی خرید محصولات پیش از همه از روسیه بوده است که از آنجا 30% محصولات وارد شده است. بغیر از این از چین 15%، از ازبکستان 8.1% و از ترکیه 3.9%، از آلمان باشد 2.5% بوده است. تاجیکستان با ازبکستان آلومینی ابتدایی، قوای برق، نخ پخته، معدن، سمنت، چرم کارکرد نشده، پیله، ابریشم خام، متاعهای گوناگون، نوشاکی‌های الکلی، گلیم و غیره صادر می‌کند. خصوصا در بخش سمنت در سال جاری ازبکستان
در برابر افغانستان و قرقیزستان صادرکننده اصلی سمن بوده است. از ازبکستان و تاجیکستان گاز طبیعی، محصولات نساجی، نوری‌های مینرالی، پلاستیک، پایافزال، محصولات سفالی، متال‌های رنگه، تجهیزات الکترونی و مکانیکی وارد می‌شود. یادآور می‌شویم که در آخر ماه سپتامبر این سال سرور ازبکستان با سفری کاری به تاجیکستان تشریف آورده بودند. ضمن سفر سرور ازبکستان عبدالله اوریپوف به دوشنبه چندین شرطنامه‌های سودمند طرفین بسته شد. همچنین در دوره فورم سرمایه‌گذاری دایره‌های تجارتی تاجیکستان و ازبکستان 15 سازشنامه نو با مبلغ 50 میلیون دلار را به امضا رساندند که تقریباً همه بخش‌های همکاری اقتصادی را فرا گرفته است. جانب‌ها حالا در حساب‌های خود به داده‌های سال‌های 2000 می‌خواهند برابر شوند که آن وقت گردش ماروکالای کشورها برابر به 500 میلیون دلار بود و ازبکستان به سگانه شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان داخل می‌شد. سال‌های زیاد تاجیکستان و ازبکستان بر سر استفاده دریاهای فرامرزی تقریباً در حالت جنگ سرد قرار داشتند. میان کشورها پروازهای هوایی قطع شده بود. خط‌سری‌های اتوبوس هم بیکار شده بودند. قسمی از راه آهن ویران و نظام روادید جاری شده بود. بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف این روابط به گرمی گراییدند. در این سالها سران دو دولت بارها سفر جوابی انجام دادند. شرطنامه‌های همکاری استراتژیکی را امضا کرده و نظام بدون روادید جاری و به سر به 1 میلیارد دلار رساندن گردش ماروکالا توافق کردند. با امید روزهای نیک از شما خواهش میکنم ابونه شوی و لایک ماندن را فراموش نکنید و با ما باشید.